سلام همگی، خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قصد دارم که بیایم سناریوی اینو بررسی کنیم که اگه که ما مثلا فرض کنیم که یه جسمی رو داریم و میخوایم این جسم رو بندازیم، منتها این دفعه قراره که مقاومت هوا هم توی کار باشه. یعنی مثلا ما تا الان مسائلی که حل میکردیم اکثرا مثلا میومدن میگفتن که مقاومت مثلا هوا رو در نظر نگیریم، به خاطر همین یه مقدار آسون تر میشد قضیه. ولی حالا اگه مقاومت هوا باشه چه اتفاقی میفته؟ واسه اینکه بیایم مقاومت هوا و بیایم در نظر بگیریم، باید وارد بحث معادله دیفرانسیل میشیم و از این طریق میخوایم حل بکنیم ماجرا رو. قبل از هر چیزی خب ما میدونستیم که مقاومت هوا فرمولش برابر با 1/2 رو سی ای وی به توان 2. این فرمول مقاومت هوا، اون چیزی که حالا هستش. بعد هر کدوم از این فاکتورها هم معنی خودشو داره. مثلا این رو به اصطلاح همون دنسیتی هستش، یا اون چگالی اون هوا یا اون ماده‌ای که داره ازش رد میشه. این سی حالا بستگی داره به جنس اون جسم، از چی هست، سخت، زبر، این چیزا سی اونو در نظر میگیره. A اون کراس سکشنال اریا یا اون به اصطلاح مساحتی که داره میفته. مثلا فرض کنید که اگه ما یه استوانه رو بندازیم به این صورت بیفته زمین، اون کراس سکشنال اریاش یا اون مساحتش این دایره این پایینش میشه. و وی هم سرعت اون جسمیه که داره میفته که حالا اینجا فاکتورش به توان 2. حالا یعنی چی؟ ما چیزی که خیلی مهمه اینجا بدونیم اینه که نیروی مقاومت هوا بستگی به سرعت داره. یعنی اینکه هر چقدر ما سرعتمون بره بالاتر، نیروی بیشتری وارد میشه. یعنی شما فرض کنید که اگه یه جسمی رو میندازین، اون جسم که داره همینطور که داره شتاب میگیره، سرعتش داره هی بیشتر و بیشتر میشه، نیروی بیشتری وارد میشه. مثلا شما اگه در نظر بگیرین، فرض کنید که توی ماشین اگه دستتون رو بیرون میارین، هر چقدر که سرعت ماشین بیشتر باشه، دستتون نیروی بیشتری رو حس میکنه. به خاطر همین باید از معادلات دیفرانسیل بیان کمک بگیریم. حالا چه اتفاقی میفته؟ در اصل ما میایم میگیم که همه این فاکتورهای اینجا رو ما میایم میگیم که داخل یه دونه فاکتور k میذاریم، همه اینا رو k در نظر میگیریم، میگیم k ضرب در v به توان 2. حالا این v به توان 2 شکم اینجا مشکل داره به وجود میاره، یه مقدار داستان رو سخت میکنه. به خاطر همین واسه مرحله ابتداییش چیزی که میگن که توی با اجسام کوچیک و سرعت‌های کم، یعنی نه سرعت‌های خیلی زیاد و اجسام خیلی بزرگ هم نه، توی سرعت‌های کم این v به توان 2 شو از بین میبرن و فقط k ضرب در v میان در نظر میگیرن. یه مقدار کار رو ساده تر میکنه، به جای اینکه تابعی از v به توان 2 باشه، تابعی از v خالیه. و این یه سری چیزاییه که حالا ما قبل از اینکه وارد حل مسئله بشیم باید بدونیم. حالا میایم وارد این که حالا چطوری ستاپ بکنیم ماجرا رو. ستاپش چجوریه؟ فرض میکنیم که ما یه جسمی رو میخوایم بندازیم، یعنی سرعت اولیه بهش نمیدیم. فرض کنیم یه توپ کوچیکی رو میخوایم بندازیم و این جسم داره میافته زمین. اولا که جهت مثبت رو به پایین میگیرم واسه اینکه یه مقدار کار راحت تر بشه. بعدم این که خب طبق معمول جاذبه قراره روش عمل بکنه و همچنین نیروی مقاومت هوا قرار روش عمل بکنه. بعد طبق قانون نیوتن جمع نیروها برابر پس باید بشه با mg منهای نیروی مقاومت هوا. و چون این با مثبت رو داریم در نظر میگیریم به سمت پایین، این مثبته و این منفی. حالا توی مرحله بعدی میام اینا رو دوباره جایگذاری میکنم، میگم جمع نیروها باید برابر باشه با mg منهای kv، این معادله‌ای که اینجا دارم. و ادامه میدیم. قانون نیوتن میگه که اینا همش برابر باشه با جرم اون جسم ضرب در شتاب mg منهای kv. و اینجاست که ما میتونیم ببینیم که چجوریه که این قراره که معادله دیفرانسیل بشه و توی قراره که از طریق جدا کردن مجهول ها بیایم
کمک بگیریم واسه حل کردن، از اون تکنیک قرار استفاده کنیم واسه حل کردن این معادله. خب A اینجا ما میدونیم که در واقع مشتق سرعت هستش، درسته؟ A همون شتابه، پس میتونیم به جاش بنویسیم dv روی dt mg منهای kv. خب تا الان اینا رو داریم. حالا اینجا یه تمرین خوبیه واسه حل کردن این سبک معادلای دیفرانسیل و اینکه چجوری اینا حل میشن. این مدلی هستش که ما باید تمام چیزهایی که تمام اون مثلا چیزهایی که v دارن توش یه طرف معادله قرار بدیم، چیزهایی که t دارن داخلش یا حالا هر کانستنت دیگه ای هستن، هر در واقع متغیر نیستن و یه طرف دیگه قرار بدیم. الان اینجا ما می‌بینیم که یه دونه kv اینجا داریم. اصلا قبل از اینکه این کارو بکنم میام اول این m از بین میبرم، m از بین ببریم، اینجا این m از بین میره، یه m میاد زیر این، میشه dv dt برابر g منهای km در v. حالا میام تمام این فاکتورایی که به اصطلاح v دارن توش یه طرف معادله قرار میدم. منتها طوری که این قرار داده باید اینا رو از هم بیایم جدا بکنیم، اینطوری نیستش که مثلا من بیام این فاکتور رو بیارم اونور. چرا؟ به خاطر اینکه ما میخوایم فاکتورایی که جابجا میکنیم باید ضرب در این دیوی بشه. یعنی اگه من بیام این فقط این منهای km روی v رو ببرم اونور زیاد فایده ای نداره، به خاطر اینکه میشه مثبت kmv به اضافه دیوی. یه همچین حالتی، همچین چیزی ما نمیخوایم. ما میخوایم که بیاد حالت به عنوان یک فاکتور جداگونه بیاد اون طرف. بس واسه اینکه این اتفاق بیفته من نمیتونم اینا رو جداگونه ببرم، باید کل این داستان رو ببرم اونور. توجه داریم؟ پس من الان اگه بخوام کل این رو ببرم اونور باید دو طرف رو تقسیم بر همین این بکنم. پس اگه این کار رو بکنم این طرف میشه 1، این طرف میشه 1 روی g منهای km در v که بعد داره ضرب در این dv dt میشه. حالا کاری که میکنم dt رو میبرم اونور، پس یعنی دو طرف رو ضرب در dt میکنم که این dt از بین بره. پس این ور دارم dv g منهای km روی v و این ورم فقط یه دونه dt هست. به این صورت مقرره که این، یعنی حالا اگه بخوایم میتونیم در آینده ویدیوهای بیشتر راجع به این که چجوری جدا کنیم و اینا بیایم بیشتر ویدیو بسازیم، اما اینطوری باید جدا بشه، یعنی باید به عنوان یه فاکتور جداگونه بیایم جداش بکنیم، نه فقط جمع و تفریق، ضرب باید بشه. حالا که اینطوری جدا شده وقت انتگرال گرفتن، یعنی شما هر وقت که دیوی و دیتی و از این چیزا میبینین باید فکر انتگرال بیاد تو ذهنتون. پس ما میایم از دو طرف انتگرال میگیریم تا اینا از بین برن. در واقع ما چیزی که داریم اینجا حل میکنیم اینه که میخوایم سرعت اون جسم رو بر حسب تابعی از زمان بیایم حساب بکنیم دیگه. یعنی ببینیم که چجوری همینطور که زمان داره میگذره چه اتفاقی داره واسه سرعت اون جسم میفته اگر که نیروی مقاومت هوا هم در واقع وجود داشته باشه. خب حالا اینجا واسه اینکه یه مقدار حل کردن این معادله راحت تر بشه من میام این لیمیت های این بالا پایینش هم میذارم. یعنی میگم که این قسمتی که مربوط به v مربوط به سرعت، آیا من قراره سرعت اولیه‌ای بهش بدم؟ نه، قراره که جسمو بندازیم، این قراره نیست پرتش کنیم، قراره بندازیمش. به خاطر همین این صفر تا یه تابعی از سرعت، اسمشو میذارم vt. اینجا هم که در واقع از تایم صفر داره شروع میشه تا یه تایم بخصوصی. یعنی من این لیمیت ها رو میذارم واسه اینکه حل کردن این معادله کم راحت تر بشه دیگه، با اون به اضافه c و این داستان ها دیگه نخواهیم سر و کار داشته باشیم. خب من فکر کنم که اینجا بهتر باشه که این کلیپ رو توی دو پارت بسازیم، به خاطر همین این قراره که ادامه این حل کردنش رو توی پارت بعدی حالا فکر کنم بذارم بهتر باشه. به خاطر همین ادامه این کلیپ رو حتما توی پارت بعدی این
توی پارت بعدی با ما همراه باشین. خیلی ممنون که تا اینجا اومدین. پارت بعدیشو حتما دنبال کنین. خیلی متشکرم.